این داستان مردیه که وحشتناکترین جنایت‌ها رو در تاریخ معاصر ژاپن با این دستای عجیب و غریبش مرتکب شده. دستایی که انگار هدیه شیطان بودن به سوتامو میازاکی. مردم و رسانه‌های ژاپن به این مرد لقب‌های زیادی دادن: قاتل سریالی خوناشام، قاتل اوتاکو و قاتل دختر بچه‌ها. سوتامو میازاکی در بخش کوچیک ایتسوکایچی در کلان شهر توکیو در تاریخ 21 آگوست 1962 به دنیا آمد. اما اون مثل بقیه بچه‌ها نبود. اون یه نقص عجیب و غریب توی بدنش داشت: دستایی که مچ نداشتن و هرگز نمیتونست اونا رو خم کنه. دوران کودکیش به سختی و در انزوای کامل گذشت. پدرش به ندرت باهاش صحبت میکرد. دوتا خواهرش هم رو چندشاور و حال به همزن میدونستن و تقریبا همیشه ازش دوری میکردن. اون هیچ وقت هیچ دوستی نداشت. اما اوضاع برای سوتامو وقتی بدتر شد که فهمید مادرش در حقیقت مادر واقعیش نیست. پدرش و خواهرش نه تنها هیچ تلاشی برای بهبود شرایط نکردن، بلکه نقص عضوش رو توی سرش هم میزدن. از دوران نوجوانی اون شروع کرد به خوندن مانگا و دیدن و جمع‌آوری انیمه های مختلف، فیلم های ژانر وحشت و فیلم های پر. هرچی بیشتر خودش رو به خاطر نقص عجیبی که داشت منزوی تر میکرد، علایق غریب و جنون‌آمیزی هم در وجودش رشد میکردن. توی دوران راهنمایی انشایی نوشته بود که توی یه قسمت از اون میگفت: وقتی بزرگ شدم میخوام یه ماشین بخرم و برونم، یه رستوران نگه دارم، برنج کاری یا یه چیز دیگه بخورم، شاید حتی برم یه سری هم به خانواده‌ام بزنم. اما توی دبیرستان مشکلی دیگه‌ای برام پیش اومد که در کنار نقص عضو دستاش دلیل اصلی ناهنجاری‌های بعدیش شدن. اون آلت تناسلی خیلی کوچیکی داشت و این مسئله وقتی براش روشن شد تازه به سمت جنس مخالف گرایش پیدا کرده بود. گرایشی که به دلیل نقص دومش کم کم به سمت یک علاقه بیمارگونه دیگه رفت. عصبیت و اختلالی که این موضوع براش پیش آورد باعث شد اولین نشونهای جنونش آشکار بشه. اون سگ محبوب خانواده‌شونو که خودش هم تا قبل از اون علاقه شدیدی بهش داشت، به طوری که همیشه شبان رو بغل میگرفت و میخوابید و خفه کرد. یه بار دیگه هم دوتا گربه رو به طرز غیر قابل باوری کشت. یکیشون تیکه تیکه کرد، اون یکی رو هم زنده زنده جوشوند. توی 3 سال دبیرستان گوشه‌گیری شدت بیشتری پیدا کرد و همیشه همه اونو یه گوشه در حال کشیدن نقاشی‌های مانگا می‌دیدن. حتی سر کلاساش هم یکی در میون حاضر می‌شد. اون توی یه کلاس 56 نفر 40مین دانش آموز شد و نمراتش جوری نبودن که بتونه به دانشگاه ملی بره. پس مجبور شد به یه دانشگاه کوچیکتر و محلی بره و در اونجا رشته دبیری رو ادامه بده. هرچند همزمان با دانشگاه توی یه آتلیه عکاسی هم مشغول به کار شد و رفته رفته به یه عکاس قابل قبول تبدیل شد، اما نه یه عکاس معمولی. اون شروع کرد به عکس گرفتن از دخترای تنیسور، ولی عکسای سوتامو چندان ارتباطی با بازی تنیس یا چهره خانم‌های تنیسور نداشت. اون از رون پاها و کشاله زن‌ها عکس می‌گرفت. این علایق بیمارگونه یه بار دیگه برونریزی وحشیانش رو با شدت بیشتری نشون داد. یه بار وقتی یکی از خواهراشو دید که به حموم میره، دنبالش رفت داخل حموم رون پاهای خواهراشو سیاه و کبود کرد و از اونها عکس گرفت. چند روز بعدم مادرش رو فقط به خاطر اینکه بهش گفته بود کمتر با فیلم‌های ویدئویی خودشو سرگرم کنه به باد کتک گرفت. از اونجا که سوتامو هیچ علاقه‌ای برای ارتباط با آدمای بالغ در وجودش حس نمی‌کرد، کم کم از پرن افراد بالغ هم بدش اومد. البته مشکل نقص حالت تناسلیش هم مزید بر علت بود. با این حال سوتامو میازاکی توی 22 سالگی علاقه اصلی و کثیفش رو کشف کرد: کودک خواهی. از اونجایی که در اون زمان رابطه جنسی با افراد صغیر در ژاپن غیر قانونی نبود، در نتیجه اون به راحتی میتونست میل پست خودش رو دنبال کنه. رابطه جنسی با افراد صغیر از سال 1999 در ژاپن غیر قانونی و ممنوع اعلام شد.
اما چیزی که آخرین ضربه برای تولد این هیولا بود، مرگ پدر بزرگش در سال 1988 بود. پدر بزرگ سوتامو تنها کسی بود که اون باش راحت بود، تنها هم صحبتش، کسی که براش بسته کتابای مانگا می‌خرید، کسی که هیچ وقت به خاطر نقص عضو عجیبشون رو تحقیر نکرد. مرگ پدر بزرگ پایان بخش اول زندگی بزرگترین کودککش تاریخ معاصر ژاپن بود. اون روزا بعد از مرگ پدر بزرگش گریه کرد و خودش تو این خونه حبس کرد. اون برای وکیل خودش بعداً اعتراف کرده بود که احساس می‌کرده روح پدر بزرگش در وجودش حلول کرده. حالا باید تمام ژاپن برای رویارویی با یک هیولای تنهای پست آماده میشد. سوتاما در 26 سالگی به سراغ اولین قربانیش رفت. دختری 4 ساله به نام ماری کون. سوتاما در 22 آگوست، یک روز پس از تولد 26 سالگیش، در ساعت 3 بعد از ظهر به بهانه رفتن به کوهستان ماری رو سوار ماشینش کرد و اون رو از مجتمع مسکونی ایروما ویلج در سایتاما دزدید و به غرب توکیو و شهر خودش یعنی ایتسوکایچی برد. اون ماری رو 20 دقیقه توی مسیر جنگلی برد تا دختر کوچولوی بیچاره خسته شد و گریه کرد. اونقدر بلند گریه میکرد که سوتاما ترسید مبادا کسی صداشو بشنوه، پس سریعا گلوی ماری رو گرفت و اونقدر فشار داد تا نفس دخترک بند اومد. بعد انداختش روی زمین، لباساشو در آورد و بعد از جنایت و تعرض به دختر 4 ساله مرده به سمت ماشینش دوید و جنازه ماری رو توی جنگل به امان خدا رها کرد. در بعد از ظهر 3 اکتبر، یعنی 6 هفته بعد از ناپدید شدن ماری، سوتاما سراغ قربانی بعدیش رفت. اون توی خیابون هانو در سایتاما در حال رانندگی بود که دخترک 7 ساله‌ای رو میبینه، ماسامی یوشیزاوا. اون با ماسامی هم مشابه همون کاری رو میکنه که با ماری کرده بود و بعد با ماشین از محل جنایت دور میشه و جنازه بیجون ماسامی رو هم در چند صد متری جنازه ماری توی جنگل رها میکنه. جستجوهای پلیس که برای ماری کونو عملاً به بنبست رسیده بود، با اعلام مفقودیت دختر بچه دیگه‌ای وارد مرحله پیچیده‌تری میشه. قربانی سوم اریکا نامبای 4 ساله. دوباره ماجرای مشابه با 2 اتفاق قبلی. سوتاما اریکا رو سوار ماشینش میکنه، اما در مسیر رفتن به ایتسوکایچی دختر کوچولی 4 ساله اونقدر گریه میکنه که سوتاما مجبور میشه ماشین رو تو پارکینگ یوس نیچر هاوس در ناگوری متوقف کنه. بعد دختر بچه 4 ساله رو مجبور میکنه تمام لباساشو در بیاره و از اون عکس میگیره. در حین این عمل شیطانی دختر بچه دوباره گریه میکنه. هیولا دچار پنیک میشه و گلوی اریکا رو انقدر فشار میده تا دیگه نفس دختر کوچولو بالا نمیاد. بعدش جنازه رو داخل یه پتوی سفید میپیچه و میندازه صندوق عقب ماشینش و دوباره به مقصد شومش توی جنگل میره. آخرین قربانی. روز اول ماه ژوئن 1989 سوتاما میره به زمین تنیس آریاکا نزدیک خلیج توکیو، اما زمین بازی بسته بود. پس تصمیم میگیره به پارک نزدیکی که در همون اطراف بود بره و در اونجا دختر 5 ساله‌ای رو میبینه که تنها مشغول بازی کردنه، آیاکو نوموتو. میازاکی چند تا عکس از اون میگیره و دخترک کم کم باهاش احساس راحتی میکنه. سوتاما از فرصت استفاده میکنه و بهش میگه که بیاد داخل ماشین تا چند تا عکس هم اونجا ازش بگیره. آیاکو هم قبول میکنه. داستان تکراری و همیشگی بازم اتفاق میفته. آیاکو رو خفه میکنه، بعد دهنشو میبنده، دستاشو با طناب میبنده، بدنشو داخل پتو میپیچه و میندازه توی صندوق عقب. تفاوتی که این جنازه با بقیه داره اینه که این بار میازاکی جسد قربانی رو به خونش میبره. اون جلوی مغازه ویدیویی میسته و یه دوربین کرایه میکنه. بعد میره خونه و 2 ساعت بعد که هیچ خبری نبود جنازه رو به داخل خونه میبره. توی خونه لباسای آیاکو رو در میاره و حوله دورش میپیچه. میندازتش روی میز، باهاشو باز میکنه و اعضای تناسلیشو تکه تکه جدا میکنه و در حال خودارضایی ازش عکس و فیلم میگیره. 2 روز بعد وقتی بوی گندیدگی جسد تجزیه شده آیاکو غیر قابل تحمل میشه، سوتاما تصمیم به قطعه کردن جسد میگیره. اون سر، دست و پاهای آیاکو رو با تبر قطع میکنه و بعد تنش رو در داخل توالت عمومی نزدیک قبرستون قایم میکنه. بعد دستای آیاکو رو در حیاط خونه میپزه و گوشتشو میخوره و مابقی اون چه ازش مونده بود رو دور میریزه.
2 هفته بعد از این ماجرای وحشیانه، هیولا به این فکر میفته که ممکنه تکه‌ای از جنازه جایی پیدا بشه و به اون ربطش بدن. پس میره سراغ بقایای جنازه که دور انداخته بود و همه چی رو میسوزونه و نابود میکنه، حتی لباسا و پلاستیک و ملافه‌ای که جنازه رو باهاش حمل کرده بود. اما میازاکی به این میزان بیرحمی رضایت نداده بود. اون از کمی قبل شروع کرده بود به انواع و اقسام آزارهای روحی برای خانواده‌های قربانی‌ها که خودشون بیشتر درگیر مراسم تدفین بچه‌های تازه از دست رفته‌شون بودن. اون با تک تک خانواده‌ها تماس می‌گرفت و بدون اینکه کلمه‌ای بگه نفس‌های شیطانی می‌کشید. از شنیدن زجه‌ها، گریه‌ها و التماس‌های اونا لذت می‌برد. این تماس‌های دیوانه‌وار رو با تک تک خانواده‌ها می‌گرفت. بعد جعبه‌هایی رو براشون می‌فرستاد. برای مثال برای خانواده ماریکونو جعبه‌ای رو فرستاد که حاوی اعضای تکه تکه شده بدن دخترشون، خاکسترش، 10 تا از دندوناش و همراه هدیه مخصوصی که برای تمام خانواده‌ها می‌فرستاد بود. عکسایی از لباسایی که تنشون بود و کفشاشون. بعدم کارت پستالایی که چنین کلماتی توشون نوشته شده بود و می‌فرستاد. ماری، استخونا، جسدای سوخته و خاکستر شده، بازرسی، اثبات جرم. اریکا، سرما، سرفه، گلو، آرامش، مرگ. در 23 جولای سال 1989 سوتامو دست به کاری زد که تا به قبل از اون جرأتشو نداشت. شاید 4 تجربه قبلیش بهش اعتماد به نفس این کارو داده بودن. اون به سراغ 2 تا خواهر رفت که توی پارک توکیو مشغول به بازی بودن. بعد از اینکه کمی باهاشون صحبت کرد، تلاش کرد هر دوتاشون رو به داخل ماشین ببره. خواهر کوچیکتر قبول کرد اما خواهر بزرگتر فرار کرد. سوتامو خواهر کوچیکتر رو سوار کرد و به سمت مقصد همیشگیش راهی شد. البته این بار خوشبختانه فاصله چندانی بین پارک و جنگل نبود. اون طبق معمول دختر بچه رو لخت کرد و شروع کرد به عکس گرفتن از اون. در همین زمان خواهر بزرگتر رفته بود سراغ پدرش و بهش گفت خواهرش با یه غریبه رفته. پدر و دختر به سرعت به پارک اومدن و دنبال بچه کوچیک و آدمربا گشتن. با دنبال کردن رد و نشونها به جنگل رسیدن. و پدر سر به زنگاه مچ سوتاما رو در حال عکس گرفتن از اندام تناسلی دختر کوچولوش گرفت. حسابی اونو زد. اما چون حواسش به دختراش بود، میازاکی تونست فرار کنه. پدر سریعا با پلیس تماس گرفت و اونا هم فوراً خودشونو به محل رسوندن. شانس یا دست سرنوشت یا حماقت هیولا هر چی که بود باعث شد چند ساعت بعد سوتاما برای بردن ماشینش به صحنه جرم برگرد و پلیس همونجا دستگیرش کرد. روند بازرسی به سرعت آغاز شد و اولین جایی که پلیس سراغش رفت خونه سوتاما بود. اونا توی خونه در حدود 6000 حلقه فیلم انیمه، اسلشر و هارر و فیلم پورن در کنار یک خروار کتاب مانگا پیدا کردن. پلیس فیلم‌های ضبط شده اون از قربانی‌ها و کارهایی که با جسداشون کرده بودم توی خونه پیدا کرد. بعد پلیس خونه رو قرنطینه کرد تا آثار و بقایای جنایت‌های سوتاما رو هم کشف کنه. اون اول کوره‌ای رو که برای سوختن جنازه‌ها استفاده می‌کرد و پیدا کردن. بعدش هم جمجمه یکی از دخترای معصوم بود. به سرعت تمام ژاپن از جزئیات تکون دهنده جنایت‌های قاتل اوتاکو با خبر شدن. این اسمم به این خاطر به سوتاما دادن که عاشق مانگا و انیمه بود و اوتاکو هم یکی از شخصیت‌های اصلی دنیای مانگا به حساب میاد. خانواده‌اش رسوا و بی‌اعتبار شدن و هیچ کس نمی‌خواست هیچ کدوم از افراد اون خانواده رو ببینه. پدرش هم از جنایت‌های پسر شیطان صفت خودش به قدری دیوونه شد که حتی براش وکیل مدافع هم نگرفت و روند دادرسی با وکیل تسخیری انجام شد. بعدن سوتاما در نامه توهین‌آمیزی به پدرش نوشت که باعث و بانی تمام این اتفاقات خود تو هستی. به دلیل میزان خشونت بی سابقه جرم و رذالت بیش از اندازه کارهایی که سوتاما انجام داده بود، دادگاه عالی در ابتدا به بررسی دیوونگی و جنون احتمالی از جانب سوتاما پرداخت، خصوصا بعد از اینکه اون ادعا کرد به آلتر ایگوی مرد موشی دچاره. این اصطلاح اولین بار توسط زیگموند فروید در سال 1909 در خصوص تاریخچه بیماری یکی از مریضاش سر زبون افتاد. مرد موشی اشاره به این واقعیت داره که بیمار در بین یک عالمه اجبار ذهنی که عموماً از تخیلات کابوسوارش ناشی میشه اسیر شده.
افکار غریبی که ذهن بیمار رو مثل موش میخورن تا اون مجبور به انجام عملی بشه که در اون کمترین میزان اراده را از خودش داره. دادگاه 3 روانشناس سرشناس و خبره رو برای بررسی این ادعا که از جانب سوتامو اعلام شده بود به کار گرفت. روانشناس اول اعلام کرد که سوتامو در حین ارتکاب جرم کاملا هوشیار و دارای عقل سلیم بوده و قادر به تشخیص میزان خشونت و وحشیگری اعمالش بوده، حتی اگه احساس ندامت یا پشیمونی نداشته باشه. روانشناس دوم تشخیص داد سوتامو دچار اسکیزوفرنیه و روانشناس سوم هم گفت که اون از اختلال چند شخصیتی رنج می‌بره. علیرغم 3 نظر متفاوت از جانب روانشناسای پرونده، دادگاه بدون کوچکترین شک و تردیدی سوتامو رو گناهکار اعلام کرد و ادعای جنونش رو رد کرد. هرچند این فرایند در حدود 8 سال طول کشید، اما بالاخره حکم اعدام با تناب دار برای سوتامو میازاکی صادر شد. در 17 ژوئن سال 2008 حکم اعدام اجرا شد. سوتامو خانواده‌اش هم به همراه خودش نابود کرد. دفتر روزنامه پدرش تعطیل شد و پیرمرد به قدری افسرده شد که خودش را از بالای پل ایتسوکایچی پرت کرد. خواهرش از شوهراشون جدا شدن و مادرش هم در تنهایی مطلق موند. وقتی خاکسترهای سوتامو رو برای مادر یا همون نامادریش فرستادن، به پلیسا گفت من نمیخوامش، خودتون از شر این شیطان خلاص بشید.